فریدون، تا زمان ثبت کلیپ شما با آوازخوان اسپانی ایساک آشنا بودید یا ترانه‌های او را شنیده بودید یا اصلا ایساک از ترانه‌های شما آگاه بود و شما را میشناخت؟ راستی ما غایبانه یعنی که از نزدیک نه، بلکه هم غایبانه ما یکدیگر را مثال سرودهایمان را گوش کردیم. وقتی که من گفتم که صدایش بر من مقبول شد، یک صدای خوب داشت، با همین خاطر مثال ما همکاری را سر کردیم. انشالله که آینده نیز پروژه ها است، نیت داریم. این سرود از من شد، باز یک دو سرود دیگه از ایجادیات ایساک ریال با من پیشنهاد شده است. سرودهای بهترین است. انشالله که آینده با همکاری را دوام میدهیم. در برابر خبری ثبت کلیپ نوتان باز چی نوگانی ها است فریدون در فعالیت ایجادی شما؟ بغیر از این سرود من یک دو کلیپ دیگر با نوار گرفتم. ممکن ماهای نزدیک تیار شود، دسترس مردم شود. باز بر ضمن این قریب که یک آلبوم سرودهای نو برای مخلصای عزیز مهنت کردیم، زحمت کردیم. اینش انشاءالله نیت کنسرت داریم، همین سال خداوند میسر بگرداند. در کنسرت خود سرودهای نو را پیشکشی مخلصان عزیز میگردونیم. فریدون، من پوره از این کلیپ شما رو دیدم و معلوم است که آن در تاجیکستان ثبت نشده است. میگفتید که این کلیپ در کجا، در کدام شرایط و با چه مقدار مبلغ ثبت شد؟ در شهر تاشکند به نوار گرفته شد. شرایط وقتی ما کلیپامون به نوار میگیریم، اصلا شرایط تاشکند خوب است. هم کلیپ های خوب به نوار میگیرن، هم کار و فعالیت خوب میکنن. به همین خاطر ما در کلیپ رو در تاشکند ثبت کردیم. چقدر مبلغی که در همین سرود صرف شد از طرف خود آنها بود، از طرف ایساک بود. با چه خاطر که این سرود بسیار با ایساک معقول آمد، یعنی که حتی سراسیمه شد، یعنی چی بگیم که همه کار را تیز به انجام برسانیم و پیشکشی مردم کنیم. تشکر زیاد فریدون. فریدون خورشید بودند هم صحبت ما که در رابطه با کلیپ نو خود زکیه که در هم‌آوازی با ایساک یک آوازخوان اسپانی سروده شده است معلومات میدادند.